سلام و درود بر تو جوان ایرانی که دنبال یه راه میگردی اینترنتتو نیم بها کنی، هزینه کمتری برای اینترنت بپردازی. فکر میکنم فقط اونایی که ایران زندگی میکنن رو ویدیو کلیک کردن دیگه. قاعدتا باید همین شکلی باشه، چون فقط تو ایران چیزی به اسم اینترنت نیم بها داریم. همه ویدیوهامون هم شده آموزشی کلا به این سمت رفت، ولی خب اوکیه. این روشی که امروز بهتون یاد میدم خیلی روش خفنیه، چون که فیلتر شکن هم هست. وارد سایت های فیلتر هم میتونید بشین و اینترنتتون نیم بها 1/3 و 1/4 حساب شه، بستگی به سرویس دهنده شما داره و سروری که تو این نرم افزار انتخاب میکنین. دیدین مثلا فیلمو تبلیغ میکنه اگه 100,000 تومان پول اشتراکی ما رو بدین و بخرین میتونین فیلم رو نیم بها ببینین. با این وی پی ان که امروز بهتون میدم حتی نتفلیکس هم برین نیم بها حساب میشه، اصلا فرقی نمیکنه وارد چه سایتی میشین. دیدم خیلی ها این روش تو سایت ها و تلگرام دارن میفروشن. من این روش رو رایگان در اختیارتون قرار میدم و هر موقع سروراشم قطع شد تلاش میکنم آپدیت سروراش رو تو تلگرام قرار بدم. خودم رو 3 تا سرویس دهنده تست کردم، ایرانسل، مخابرات، آسیاتک، و رو هر 3 تا جواب داده. اگه شما از سرویس دهنده دیگه مثل شاتل و هایوب و اینا استفاده میکنین تست کنین و نتیجهشو کامنت بذارین. با این روش اگه شما 5 گیگ اینترنت بخرین میتونین حداقل تبدیلش کنین به 10 گیگ و حتی به 15 گیگ و 20 گیگ هم میتونین تبدیلش کنین، بسته به سرویس دهنده شما داره. خب بریم سراغ آموزش. بچه ها برای این روش 2 تا چیز میخوایم. یکی اینکه وی پی ان رو از پلی استور دانلود کنیم و بعدش سروراش رو بهش اضافه کنیم. سروراش تو کانال خودم قرار دادم، لینک دانلود پلی استورش هم باز تو کانال من هستش. پلی استور رو باز میکنیم، VPN کلاینت پرو رو سرچ میکنیم. حالا که پلی استور رو باز کردم یه فرق فروشی ریزی هم بکنم بچه‌ها. دیدین پلی استور یه سری فیلتره و یه سری برنامه رو بخوای دانلود کنی ارور میده، میگه تو کشور شما نمیشه. واسه اونا زیرش 2 تا زبونه داره، اینجا رو میگم. اما برای من چون فیلتر نیست 4 تا زبونه داره. فیلتر شکنم هم خاموشه. اینم آموزشش رو احتمالاً جلوتر میذارم واسهتون. VPN کلاینت پرو همینجا گزینه پیشنهادی میاره و همین برنامه است. منم باید آپدیتش کنم، شما باید نصبش کنید. حالا که نصبش کردیم بعد سرور رو از تلگرام دانلود کنیم و به این نرم افزار بدیم. تو ویدیوی معرفی فیلتر شکن من فایل تو آپلود سنتر آپلود کرده بودم. بعد یه سری از بچه‌ها مشکل داشتن، برای همین این دفعه لینک مستقیم تلگرام رو براتون میذارم که اونجا دانلود کنید. وقتی دانلود کردین یه بار رو فایل بزنین سیو تو دانلود که تو گوشیتون فایل سیو شه. بعد بیاین رو آیکون این وی پی ان که تازه نصب کردین کلاینت کلیک کنین، رو 3 تا خط بالا کلیک کنین، گزینه برگردوندن بکاپ ریستور بکاپ رو بزنین، فایل، اینجا دوباره این 3 خط کنار رو بزنین، صفحه رو بزنین رو رسنت و آخرین فایلی که تو گوشیتون سیو شده رو روش کلیک کنین. اینجا یه پسورد میخواد ازتون، پسوردش امیر جلالی، همش هم حروف کوچیکه، همون آیدی یوتیوب همه. بعد اوکی بزنید. میبینین که سرورها رو براتون میاره. 5 تا سرور مجزاست. 5 تا اول HTTP، 5 تا دوم همونا ساکسشه. حالا یه نکته که باید دقت کنین اینه که بیاین تو تنظیمات رو این کلیک کنین. اینجا حواستون باشه این 2 تا تیک خورده باشه و DNS هم همینا باشه. اگه این 2 تا تیک نخورده باشه براتون یوتیوب رو باز نمیکنه، چون یوتیوب نیاز به DNS داره. حالا بچه خودتون امتحان کنین ببین کدومش براتون نیم بها میکنه، کدومش 1/3 حساب میکنه. فکر میکنم دومیه 1/3 حساب میکرد، الان دقیقا یادم نیستش. دومیه رو کانکت میکنیم، میبینین وصل شد. اگه یه HTTP براتون وصل نشد بیاین رو ساکسا کلیک کنین.
یه نکته دیگه میتونید تو این نوار بالا مایکونش اضافه کنین. من اینجا اضافه کردم که با یه بار کلیک کردن راحت وصل شه. این تست من رو ایرانسله که بسته نیم بهام 5 گیگ و 36 مگابایت مصرف شده. نشون میده که برنامه داره کار میکنه. حالا اگه رو 1/3 قرار بگیره سرورش، از حجم در پیام رسان داخلی کم میشه. امیدوارم از این روش استفاده کنید و لذت اینترنت نیم بها تو یوتیوب، اینستا و هر جای وب رو ببرید. خیلی خوشحال میشم تجربتون رو از استفاده از این روش برام کامنت بذارین. مرسی، خدافظ. بچه راستی یه چیزی، اگه نور زیاد اوکی نبود تو این ویدیو، برای که من شمال زندگی میکنم، 2 روز هوا ابری بارونیه، من سعی کردم هوا آفتابی شه بعد ویدیو رو بگیرم، نشد دیگه، مجبور شدم بگیرم. هوا هم اینطوری هست بچه ها، جاتون خیلی خالی.